سلام، خوش اومدیم به ویدخشی دیگه. من خشایار خاتمی هستم و قرار امروز با هم دیگه نویزگیری روی صدای ضبط شده با موبایل رو انجام بدیم. بریم داشتیم. امیدوارم این تصویر OBS عین آدم ضبط بشه. بله، خیلی عالی. عرض کنم خدمتتون که ما اولین کاری که میکنیم، من یه سری صدا آماده کردم، توی خیابون ضبط کردم و میخوام براتون تست بگیرم ببینید که کوالیتی که من وقتی نویز رو میذارم روش چه شکلی میشه صداش. قبل از هر چیزی بگم که ما از ویدیو کانورترهای خوب باید استفاده بکنیم واسه تبدیل کردن صدامون. طی این چند سال اخیر تجربیاتی که من داشتم، یکی از بهترین کانورترامون واندرشیر ویدیو کانورتر اولتیمیته. به هر صدایی که بخواین صدا رو میتونین تبدیل کنین، یعنی فایل ویو به MP3 مثال، یا مثلا MP3 به ویو برعکسش باشه، یا یه موقعی هست فایل ویدیویی رو میخواین تبدیل بکنین، وصل بکنین. فایل ویدیویی میخواین تبدیل بکنین به صدا، یعنی فقط از ویدیو فقط صداش بمونه، تصویرش کلا حذف بشه. هر چیزی که بخواین تبدیل کنین اینجا توی واندرشیر میتونین راحت تبدیل کنین. کار باهاش هم خیلی راحته. اینجا توی این قسمت فایل میاین انتخاب میکنین اگه ویدیو چه پسوند و تایپ هایی باید باشه، اینجا انتخاب میشه دونه دونه. و حتی میتونین از این پریست های آماده استفاده بکنین. الان مثلا MP4 این مدل‌ها رو داره، یا مثلا موو این مدل رو داره، یا MKV مثلا این مدل رو داره. اگه حال نکردین مدل خودتون رو میسازین، هیچ مشکل نداره. مشکل برات پیش اومده کازگا. میایین این پایین این قسمت کریت میکنیم. مثلا من یه مدل 1080 میخوام بسازم، 1080 رو کلیک میکنم، اینجا مداد میزنم، انتخاب میکنم حالا مثلا 1080 نباشه، مثلا یه چیز دیگه باشه ولی 30 فریم بمونه، یا مثلا لولش مثلا بیاد پایینتر، مثلا 5.1 باشه، 2.1 باشه، چی باشه، مثلا 6 کانال شما میخواین 2 کانالش کنین، عوض کنین. همه این کارا رو میشه انجام داد. یکی دو بار باش کانورت کنین قشنگ راه میافته، چیز خاصی نداره. و هر چی هم که کار بکنین اینجا تو قسمت ریسنتتون میاد. اگه نه که میتونین اینجا انتخاب کنین و بسازینش. حتی واسه دیوایس های مختلف هم داره، اینو یادم رفت بگم. واسه دیوایس های مختلف، یعنی شما میتونید اینجا تعیین کنید که اندروید باشه، سامسونگ باشه، هواوی، HTC، LG، گوگل، هر چی که هستش، مدل های مختلف شما میتونید بزنین تبدیل کنین مخصوص اون که با کیفیت ترین حالت پخش بشه توی اون دیوایس. خلاصه ما الان میایم اینجا صداهایی که داریم و فکر میکنم اینجا باشه. بله، الان من با سامسونگ ضبط کردم M4A، یکیشو با سامسونگ گرفتم، یکیشو با هواوی گرفتم، جفت گوشی‌های خودم. صداها رو اینجا ایمپورت میکنیم ببینیم که چقدر حجمشون، اندازهشون چقدره، و تبدیلش میخوام بکنم به اودیو، میذارم روی ویو. ببینید قبلا من یه دونه ویو برای خودم کاستوم کردم، یعنی زده کاستوم یک قبلا برای خودم، پس یه دونه کاستوم ساختم، راحت میشه ساخت. اما اگه حال نکردین میتونید اینجا روی اوتو بذارین و همه چی رو به صورت اتوماتیک خودش انجام میده. دسکتاپ رو انتخاب کردم، به همون فولدر خودش رو میذارم، یه دونه فولدر درست میکنم، میذارم CV یعنی کانورت. این CV با اون CV فرق میکنه، اون رزومه است، این کانورت. و استارت کانورت شد، میبندم، تبدیل به فایل ویو شد و فایلای ویومو ایمپورت میکنم. خیلی به این موضوع دقت کنین، پروژه کیوبیستون حتما باید با اون فایلی که شما میخواین ایمپورت کنین باید یکی باشه، از لحاظ سمپل ریتی، از لحاظ بیت ریتی، همه اینا باید یکی باشه. الان من چیزی که خودم دارم 4432 بیت فلوئته. آیا اون چیزی که میخوام ایمپورت کنم این هست؟ اگه این نیست حتما باید حواسم باشه که من کانورتش کنم. این کانورت با اون کانورت فرق میکنه. این کانورت چه جوریه؟ کانورتی که خود کیوبیس به صورت اتوماتیک انجام میده. اما کانورتی که داره ضبط میکنه، اما کانورتی که ما با واندرشیر میزنیم فرق میکنه. داریم ویدیو تبدیل میکنیم، داریم صدا رو به صدا تبدیل میکنیم، فرق میکنه. کانورتی که اینجا انجام میشه یه چیز دیگه است. الان ببینید اینجا 16 بیته، یعنی من روش کلیک کنم، یه تست دیگه هم اینجا میگیریم، 1 2 3 1 2 3 اتوماتیک از
که به صورت اتوماتیک پلی میشه، چون اینجا کویک تایم هم روشنه. کویک پلی. صدا 1 2 3 تست 1 2 3 تست. هر جفت 16 بیته. پس وقتی که من انتخابش میکنم اینجا باید حتما تیک بیت دپت هم خورده باشه که این تبدیل بشه این فایل. و سمپل ریتش درسته، سمپل ریتش اصلا نزده چون میگه جفت 4400 و اوکیه. اوکی میکنم و صدا اینجا وارد میشه. صدا رو یه بار با هم گوش میکنیم. صدا 1 2 3 تست 1 2 3 تست. تست توی صدای خیابون. بله میبینید که موتور رد شد الان. تست صدای خیابون فضای باز. ببینیم نویز کنسلیشن رو بذاریم چقدر میتونه هوای اطراف و نویزهای محیط و اطرافمون رو بگیره. بله. برای اینکه منم صدا رو خوب بشنوم منم از هدفون استفاده میکنم. چون من الان نمیتونم اسپیکرامو اینجا روشن کنم. اسپیکر رو روشن کنم اصلا صدا تو میکروفون ضبط میشه، میکروفون گردنی. پس منم هدفون میذارم. از وایس دینویز RX میخوایم استفاده بکنیم که بگیریم اون نویزو، ببینیم چه جوری میشه. میایم این قسمت یه وایس دینویز مینویسیم. خب قبلش شما گوش کردین که چه جوریه. من الان سری 7ش اینجا دارم که فکر میکنم تا سری 10ش هم اومده باشه، ولی کاراییش فرقی نداره. یه ذره الگوریتمش بهتر شده سری جدیدش، یه خود بهتر میگیره صدا رو، اما کاراییش فرقی نداره، همون کارایی داره. خب وقتی که وایس دینویز نباشه صدا 1 2 3 تست 1 2 3 تست. تست توی صدای خیابون. بله میبینید که موتور رد شد الان. تست صدای خیابون فضای باز. ببینیم. و وقتی که وایس دینویز باشه تازه تو حالت نرمالش، هنوز عدداشو ما دستکاری نکردیم، یعنی الان دست به عدد نمیزنیم فعلا. صدا 1 2 3 تست 1 2 3 تست. ببینید تست 1 2 3 تست. تست توی صدای خیابون. بله میبینید که موتور رد شد الان. تست صدای خیابون فضای باز. همینجا که الان فضای بازه، اگه نباشه صدای خیابون فضای باز. ببینیم. و اگه باشه صدای خیابون فضای باز. ببینیم نویز کنسلیشن رو بذاریم. حالا ما میخوایم مقدارها رو زیاد کنیم. اینجا 12 تا 20 داره. حالا مثلا ما میذاریم 16. ببینیم. و این قسمت هم تا 10 داره، ما میذاریم 5، نصفشو اصلا میذاریم. خب ببینیم چقدر دیگه حالا میگیره. صدا 1 2 3 تست 1 2 3 تست. تست توی صدای خیابون. بله میبینید که موتور رد شد الان. تست صدای خیابون فضای باز. ببینیم نویز کنسلیشن رو بذاریم. الان این قسمت اگه نباشه دیزیبلش میکنم. کنسلیشن رو بذاریم چقدر میتونه هوای اطراف و نویزهای محیط و اطرافمون رو الان ببینیم اون صدای کلاغه رفت، هوای اطراف و نویزهای محیط و اطرافمون رو بگیره. خیلی خیلی داره کمش میکنه. حالا اگه ما بیشتری حدو بذاریم کاملا نابودش نمیکنه. هنوز من دارم میشنومش ولی خب خیلی کم شد. هوای اطراف و نویزهای محیط و اطرافمون رو بگیره. درصد کلاغه قشنگ معلومه. ببینید وقتی خاموشه ما به این حالت میگیم پلاگین خاموش. این پلاگین روشنه، این پلاگین خاموشه. هوای خاموش. اطراف و نویزهای محیط و اطرافمون رو و روشن. هوای اطراف و نویزهای محیط و اطرافمون رو بگیره. هوای اطراف و نویزهای محیط و اطرافمون رو بگیره. یه مقدار وکال خورده میشه، صدای گوینده خورده میشه، اما خب تا حد زیادی کثیفیش گرفته میشه. اون یکی هم من بیارم تستش کنم که ببینیم چه جوریه. یه تست دیگه هم اینجا میگیریم. یک دو. این با گوشی هواویه بدون پلاگین. یه تست دیگه هم اینجا میگیریم. 1 2 3 1 2 3 از دور. و حالا با پلاگین. یه تست دیگه هم اینجا میگیریم. 1 2 3 1 2 3 از دور یه ماشین داره میاد. ببینیم چقدر ماشین معلومه. تو حالت عادی ببینیم چقدر ماشین معلومه. 1 2 3 صدا تست. خاموش. 1 2 3 خوش اومدیم به ویدخشی دیگه. خوش اومدیم به چنل باخشی. حالا دوباره برگردیم. ببینیم چقدر ماشین روشن. معلومه. 1 2 3 صدا تست. 1 2 3 خوش اومدیم به ویدخشی دیگه. خوش اومدیم به چنل باخشی. قاعدتا استفاده کردن از یه همچین پلاگینی واسه اینکه کامل بخواد روی تمام افکت‌های اطراف و صداهای کثیف و نویز اینا رو بخواد بگیره
خوب کار نکنه، یعنی همچین پلاگینی برای اون استفاده نشده. یه همچین پلاگینی و من الان خودم شخصا استفاده میکنم برای کتاب صوتی که داره تو فضایی ضبط میشه که یه مقدار ما پس زمینه سر صدا داریم، مثل محیط اداره، مثل محیطی که کاملا آکوستیک نیست و میخوایم ما یه چیزی ضبط بکنیم، مثل یه محیطی که شما مثلا میخواید توی خونه ضبط بکنید ولی خب صدای بیرون و پارک و اینا تا یه حد خیلی خیلی کمی داره میاد و شما میخواید یه مقدار بگیرید، اون موقع میتونید از این وایس دینویز استفاده بکنید. پیشنهاد میکنم که ورژن جدیدش رو استفاده بکنید، الگوریتمش خیلی بهتره، بیشتر صدا رو میگیره، صدای کثیفی صدا رو، اضافات صدا رو. من ورژن 7 رو داشتم چون خیلی دیر به دیر از این استفاده میکنم، ولی برای کسایی که دارن تبلیغات میکنن، دارن کار بلاگری انجام میدن، صداشون رو تو محیط میخوان ضبط کنن و بعد میخوان ادیت بکنن، تمیز بکنن، بهترین گزینه است و بهترین پلاگینیه که تا الان توی کیوبیس من خودم ازش استفاده کردم. پیشنهاد میدم ورژن جدیدش رو بازم استفاده بکنید، نه ورژن 7. من فقط واسه تست این کارو انجام دادم که بهتون نشون بدم کار کردن باهاش چجوریه. اینکه من دقیقاً چقدر ترشولد بدم و چه مقدار بهش ریداکشن بدم، عددش چقدر باشه، بستگی داره کاملا به ویو شما. این عدد مقدار ثابت نداره، من میگم شما اینجا بذار روی 16، شما بذار روی 12، هیچ عدد ثابتی ما توی بحث صدا میکس و صدا برداری، چه صدا گذاری، چه تنظیم، میکس اصلا نداریم. همه چی بستگی داره به مقداری که ما داریم میشنویم و داریم حسش میکنیم که چقدرش درسته. این گوش برای همینه، گوش باید تمرین ببینه، به خاطر همینه. و مقادیرش رو اینجا نسبت به ویوتون بدین، هر چقدر که ترشولد ما بیشتر بشه درصد گیراییمون داره بیشتر میشه. میبینین ترشولد وقتی بیاد پایین درصد گیرایی داره کمتر فشار میاره روی ویومون، روی موجای صدامون. و این قسمت ریداکشنمون که چقدر ریداکشنمون کار بکنه و چه مقدار حذف بکنه. همه اینا بستگی به ویوتون داره و صدایی که ما داریم میشنویم. هیچ عدد ثابتی تو این قضیه وجود نداره. من به شما بگم بذار 5، بذار 0، بذار منفی فلان، اصلا هیچ عدد ثابتی نیست. ممکنه ویو شما یه ویوی مثلا ضبط کرده باشین، ویوتون اندازش مثلا اینقدر باشه. وقتی اینقدر باشه، به این کوچیکی باشه، خب دلیلی نداره شما اینقدر ترشولدتون زیاد بکنید. همه اینا بستگی داره به ویوی که دارین کار میکنین. این اولین پلاگینیه که ما توی میکس باهاش آشنا میشیم واسه میکس کردن صدایی که با موبایل داره ضبط میشه یا با میکروفون یو اس بی داره ضبط میشه، کیفیت خیلی خوبی نداره. با اونا اول باید با یه همچین وایس دینویزی، با یه همچین نویز کنسلیشنی یه ذره صداهای اطراف کثیفی صدا رو بگیریم، بعد ببریمش تو مرحله حالا اکولایز کردن و کمپرس کردن و چیزای دیگه. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده واقع بشه، لذت برده باشین. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تا آموزش‌های بعد، فعلا خدافظ. Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen.